پشت من 12 تا از بلاک هایی که میبینید هست و من فرصت میدم که یکیشون رو انتخاب کنید. خب فکر کنم تا الان دیگه انتخابتو کردی. من قراره یکی این بلاک ها رو همشون رو حذف کنم و فقط 3 تاشون بمونه. اگه بلاکی که تو انتخاب کردی جز اون بلاک هایی بود که حذف نشد و مون، تو میبری، ولی اگه بلاکت حذف شد تو میبازی. خب برای اولین بلاک دایموند رو حذف میکنم. میدونم چون که خیلی خفنه خیلی هاتون حذف شدید. بلاک بعدی زغاله که فکر کنم حذف شدید، ولی اگه حذف نشدی obsidian رو حذف میکنم. بعدش هم امرالد، اگه حذف نشدی مس رو حذف میکنم. دیگه فکر کنم حذف شدی تا الان، ولی ندرایت رو حذف میکنم. کاولستون هم حذف میکنم و میمونه لپیزم حذف میکنم و گلدم حذف میکنم. خب بلاک هایی که باقی موند پلنگ، آهن و اپشن دبریزه. اگه بلاکت از اینا بود بردی. اگه بردی لایک کن و تو کامنت ها به هم بگو.